با تشبث دیرکتور گنرالی جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه مشترک زرافشان در این لحظه های حساس که آرامی حیات در سیاره برهم خورده است، جهت پیشگیری پنشوی سرایت کووید 19 تدبیر و چاره های خیرخواهانه اندیشیده شده ایستادند. سپیچ محمدی و کارمند کارخانه مشترک زرافشان علی جامعه جهانی را یک بیماری را گرفته است که همه را امروز به تشویش آورده است. مردم را به یکدلی، به وحدت، به کمک یکدیگر وادار کرد که این خیلی امروز رو به پس‌شوی است. با رهبری حکومت جمهوری اسلامی با شخصا با رهبری زیر نظارت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امام رحمان روز به روز ساعت به ساعت پس شده ایستاده است. امروز ما یک گروه کارمندان کارخانه مشترک زرافشان برای کمک برای یاری و شهر پنجکند آمدیم. به تشکیلات هایی که در پنجکند ما مواد تقسیم کردیم. مراتبه سیوم است که از طرف این کارخانه به مؤسسه های تندرستی شهر و نهادهای قدرتی مال های تعینات طبی و سانیتری از جمله 5 تن خلور، 50,000 ماسک، 500 دانه خلعت های یک کرته طبی، 225 دانه عینک تقدیم گردید. خیریه در صحن بینای کالج آموزگاری با مسئولان مؤسسه دسترس گردانیده شد. در رفت تقسیمات این کمک‌های بشردوستانه راهبر دستگاه رئیس شهر پنجکند حبیبزاده امید لطف‌الله اشتراک داشت و منتداری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند را با مأموریت کارخانه مشترک زرافشان ابراز نمود. معاون منیجر اداره دیرکتور گنرالی سلیم ساقوف عارف هدف راه‌اندازی این یاری خیریوی را در سخنرانیش اظهار داشته افزود که کارخانه مشترک زرافشان آماده است پس سر نمودن همه گونه مشکلی ها با مردم شریف شهر و دهات پنجکند باشد. برای پیشگیری نمودن از کسری کرونا ویروس یعنی کووید 19 کمک‌های بشردوستانه به تشکیلات و اداره‌ها و جمعیت دهات شهر پنجکند نمودیم. ما امروز تصمیم گرفتیم که سومین مرحله همین لوازمات ها را به همه اداره تشکیلات ها سپاریم. در آینده هم اگر که لازم باشد کارخانه مشترک زرافشان که از کارخانه کلانترین صنعتی در شهر پنجکند به حساب می رود و یکی از غنی گرداندن بودجه ناحیوی که 93 از 6% تشکیل می دهد، اگر که با از دست کارخانه بیاد به همین تشکیلات ها به همین اداره ها به قشلاق ها کمک خود را می رساند. فعالیت کارخانه مشترک زرافشان در جمهوری با ثمر و عبرت بخش است. امروز بهر حفظ سلامتی جامعه و بخطری اهالی پیاده نمودن اقدام خیرخواهانه از طرف این کارخانه خیلی با مورد است.